سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجید هستم، جا تو سوئد زندگی میکنم. بعد تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که این آخر هفته ما با 2 روز آخر هفته با یه جمعی از دوستامون توی یک کلاب پاروزنی هستیم. حالا تو این کلاب پاروزنی اومدیم این آخر هفته یک کمپی کنار یکی از دریاچه‌های تو جنوب سوئد که اومدیم تمرین پاروزنی کنیم. حالا که کلابش هم اینجوریه که یه عالمه آدم هستن که مثلا تو سن‌های مختلف، بعد تو اسکیلزهای مختلف اینا هستن اینجا. حالا من خودم خیلی مبتدی هستم، تقریبا تا حالا 4-5 جلسه پاروزنی شرکت کردم، اونم بیشتر تئوریا بوده. حالا اینجا اومدم که مثلا خیلی بیشتر یاد بگیرم از بقیه. بعد حالا برنامه کمپم به این صورته که 2 روزه، در واقع یه روز و 2 روزه، از شنبه صبح تا یک شنبه بعد از ظهر. بعد هر 2 ساعت ما مثلا برنامه مختلف داریم. فرضاً مثلا صبح 2 ساعت پاروزنی داریم، بعد 2 ساعت مثلا صبحانه داریم، بعد مثلا 2 ساعت دیگه پاروزنی داریم، بعد نهار، همینجوری پلن‌های مختلف. بعد مثلا تکنیک‌های مختلفی هم قراره یاد بگیریم. خب جالبه. حالا تو این ویدیو میخوام مثلا براتون تیکه تیکه نشون بدم که چه کارایی میکنیم و مثلا چه جوریه و برنامه و اینا. اگه خواستید حالا در ادامه خدمت شما هستیم. جلسه اول 8-10 تا 12 قایق تکی. اینجا هم که میبینید اینجا هم یه جوری انباری طوره. این قایق‌ها رو مثلا از شهر آوردیم اینجا. حالا من کمک نکردم ولی تریلی رو بود که قایق‌ها توش بودن. اینجا هم که هاوسه که شب قراره بخوابیم و اینم دریچه. خب این نهار روز اول افتاد به ما. بعد نهار روز اول چی بود؟ یه اسم عجیب غریبی داره، نه بلخور چیلی. بعد ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که خیلی آدم زیادم. حالا نمیدونم برای این همه آدم چجوری میشه این همه غذا رو درست کرد. 8 تا نمیدونم ذرت، نمیدونم 7 کیلو گوجه، چند کیلو هویج. حالا بعد ولی خب گروه هستیم الان 5 نفر قرار نهار روز اول درست کنن که منم جز این گروه هم. حالا بریم ببینیم که چی از آب در میاد. امروز تو ادامه روز یه دونه برنامه داشتیم فلیپ کردن. اینجوری بود که بعد تو مثلا میرفتی با قایق‌های خیلی باریک، بعد یه کاری میکردی که بیفتی تو آب، بعد میفتی تو آب. حالا بعد تو آب مثلا میتونستی خودتو بکشی روی قایق. خب بعد خیلی هم چون مثلا این دوره‌ای که من اصلا خیلی مقدماتیه، بعد این آقا خیلی چالنجینگ بود، خیلی قضیه پرچالشی بود. بعد من دهنم هم سرویس شد، تهش هم نتونستم. بعد ولی خوبیش این بود که بعد از اینکه تو این آب سرد که یه نیم ساعتی دست و پا زدم و زور زدم که خودم بکشم بالای قایق، نتونستم. بعدش یه سونای گرم بود، تونستم برم تو سونا. بعد از اونم که حالا شام داشتیم، شام ساعت 4:30 بعد از ظهر، نمیدونم. بعد ولی یه دونه سشن دیگه الان ساعت 6 تا 8 داریم. بعد الان بین این منتظریم سشن شروع شه.
بخیر. این صبح روز دومه. بعد تقریبا ساعت 6:30 از خواب بیدار شدیم. بعد رفتیم 2 ساعت پارو زدن. حالا یه سری تکنیک‌های جدید من یاد گرفتم، خیلی باحال بود. امروز با یه دونه از این قایقای 4 نفره یه 4 نفره ما رفتیم. بعد بعد 2 نفری که سیت اول و سیت چهارم یه سری از با تجربه بودن. حالا 2 نفر وسط که یکیش من بودم، شماره صندلی 3. بعد تازه کار بودیم. بعد یه سری تکنیک‌ها به ما یاد دادن و مثلا خوب بود. من نمیدونستم یه سری چیزا برای بالانس و اینجور مسائل. این ساعت تقریبا 9 صبح. باید دارم کم کم به سمت صبحانه. یه گروهی امروز مسئول صبحانه کردن بودن. مثل صبحانه سوئدی دیگه، نون و پنیرهای ورقه‌ای. ولی خب بریم. این کلاب قایقرانی بعد اینجوریه که مثلا خیلی کامیونیتی بیسه، یعنی مثلا یه سری آدما حالا میان اینجا با هم حرف میزنن، با هم مثلا، یعنی اون پاروزنیش اون فرعشه، اصلش اون گروه آدماییه که با هم کنار هم قرار میگیرن و اینا. مثلا چه میدونم با هم کمک میکنن، مثلا خونه رو تمیز میکنن، وسایل جمع میکنن، قایقا رو میذارن رو تریلر. یه کار خیلی سخته بود. تقریبا 2 ساعت طول کشید که این قایقا رو 2 تا بالا 2 تا پایین 2 تا دیگه پایین تر. اون بالای کواد 4 نفره، بعد اون وسطی ها 2 نفره، پایینی هم سینگل تک نفره. خلاصه که تجربه جالبیه. این دریاچه که ما اومدیم یه دونه از این چیزا داره، از این روینگ هاوس اینجا داره. بعد خیلی هم این که معروف است اینجوریه که مثلا یه خونه، بعد جلوش هم جای کمپینگ داره. بعد تو اون خونه مثلا یه عالمه اتاق مثلا دور مثلا خوابگاه داره. بعد سه تخت‌ها 2 طبقه داره، حالا میتونه هر کسی تو تخت بخوابه، میتونه بیرون چادر بزنه. بعد یه عالمه انبار مربوط، ببینید انبار مربوط به قایقا داره. حالا بیشتر جلوتر نشون میدم. خب ما تقریبا دیگه تموم شده کارمون اینجا. همه این قایقا رو اینجوری زدن روی این تریلر و بعد بکشن تا اون انباری که تو شهر هست. و نهار روز آخرمون هم خوردیم و هوا میکنم بارونیه دیگه، میریم برمیگردیم به شهر و خونه. خلاص شما هم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما چیز کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید اینا، تا ویدیوهای بیشتری میذارم در مورد بیشتر طبیعت گردی و اینجور چیزا. So see you.